عرض سلام و خسته نباشید. محمد هستم، در ایران زندگی میکنم، اهل افغانستانم. امیدوارم که انشالله همیشه شبکه وصال حق برپا باشه. آمین. کسانی که گمراهن انشالله که از گمراهی برگردن، آمین. خدای یکتا رو بشناسن. تشکر از تمام استادانی که در این شبکه سهم دارن. امیدوارم که انشالله همیشه سربلند و تندرست باشید. انشالله که دعای همه مسلمانان جهان که میفهمند و میدانند پشت سر شما هست. امیدوارم که همیشه سربلند و سرفراز باشید. سلامت باشید. تشکر، در پناه خدا باشید. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله متعال حفظتون کنه و ما هم برای شما سعادتمندی در دنیا و آخرت آرزو می‌کنیم.